سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف واو می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. او در وقت تلفظ حرف واو لبها به پیش برآورده می شوند. او مخرج حرف واو این بین دو لب می باشد. حرف واو با فتحه چنین خوانده می شود: و با کسره چنین، وی با ضمه چنین، و در هر سه حالت لبها به پیش برآورده می شوند. وی یکی از خطاگی بعضی ها در این است که حرف واو را به مثل حرف و می خوانند. حرف و در الفبای عربی وجود ندارد. مخرج حرف و این دندان های پیش به لب پایان می رسند. مثال او و مخرج حرف واو باشد این لبها به پیش برآورده شده به یکدیگر نمی رسند. او حرف واو حرف دو شکله بوده، پیش از خودش به حرف دیگر پیوست می شود و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست نمی شود. حرف واو در اول چنین نوشته می شود: از بالا به پایان از خط می گذرد و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به بالا و به پایان از خط می گذرد. به حرف پیش از خود پیوست شده و بعد از خود پیوست نمی شود و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به بالا به پایان از خط می گذرد. به حرف پیش از خود پیوست شده و بعد از خود پیوست نمی شود و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: از بالا به پایان از خط می گذرد. ببینید در اول و در علاهیدگی یک خیل است و در بین و در آخر یک خیل است. به همین سبب این حرف تنها دو شکل دارد. اکنون بیایید با هم مثال ها را خوانده تکرار بکنیم. مثال اول: الف با فتحه، واو با سکون، او. مثال دیگر: را با فتحه، واو با سکون، را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه، رو. مثال دیگر: نون با فتحه، واو با سکون، نو. مثال دیگر: واو با فتحه، را با فتحه، میم با سکون، ورم. مثال دیگر: واو با فتحه، تا با فتحه، را با سکون، وتر. مثال دیگر: واو با فتحه، لام با فتحه، میم با سکون، ولم. مثال دیگر: الف با فتحه، واو با سکون، لام با ضمه، اولو. مثال دیگر: واو با فتحه، ز با سکون، نون با ضمه، وزنو. مثال دیگر: کف با فتحه، واو با سکون، کف با فتحه، ب با سکون، کوکب. حرف ب حرف قلقله می باشد، به همین سبب صدا می دهد کوکب. مثال دیگر: میم با فتحه، واو با سکون، کف با کسره، ب با سکون، موکب. مثال دیگر: الف با فتحه، واو با سکون، لام با فتحه، میم با سکون، تا با ضمه، میم با سکون، اولمتم. مثال آخر: الف با فتحه، واو با سکون، تا با فتحه، را با سکون، تا با ضمه، میم با سکون، اوترتم. را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه‌ای که پیش از آن آمده است. اوترتم. بیایید مثال ها را بار دیگر می خوانیم. او، رو،
رو نو نو ورم ورم وتر وتر ولم ولم أولو أولو وزن وزن كوكب كوكب موكب موكب أولمتم أولمتم أوترتم أوترتم. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده شکل‌ها و مثال‌های حرف واو را در دفتر کاری خود بنویسید. فراموش نکنید که تنها گوش دادن این 4-5 دقیقه درس به شما کافی نیست. شما باید خود آموزی کنید. این درس ها به مثل آنند که کسی به شما راه را نشان داد و اگر خودی شما حرکت نکنید در این راه به مقصد نمی رسید. پس سعی و کوشش را فراموش نکنید تا که با آسانی الفبا را آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. و در زیر این نوار سروغه این کتاب را می گذاریم. در آمده از پلی مارکت فراورده درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. منتظر درس های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.